بچه‌های عزیز سلام. کلاس ادبیات سال 11 رو در خدمت شما می‌خوایم شروع بکنیم. بچه‌هایی که سر این کلاسن طبیعتاً سالی هستند که بسیار براشون تعیین کننده است. امسال شما قراره یاد بگیرید که به چه ترتیبی درسی رو که دارید می‌خونید بهش سمت و سوی تستی و کنکوری بدید و طبیعتاً این در همه درساتون اهمیت پیدا میکنه. در درس ادبیات به شکل خاصی مهمه. بچه‌ها کتاب 11 در درس ادبیات که من در خدمت شما خواهم بود، شاید به تنهایی اگه بخوایم بگیم اهمیت کلیش از کتاب 10 و 12 یک کمی کمتر باشه، ولی درس هایی در کتاب 11 هست، تک درس هایی و متن هایی که خیلی مهمه. یعنی اهمیتش واقعا بیشتر از هر درس مشابهیه که شما در کتاب‌های دیگه میتونید پیدا بکنید. بنابراین ما گرچه در مجموع شاید بگیم یک کتاب یک کمی ساده تری داریم از 10 و 12، ولی متن‌هایی داریم که بسیار مهمن، احتمال سوال اومدن ازشون بسیار زیاده و ما اگه این متن رو یاد بگیریم میتونیم در واقع 10 و 12 هم متن‌های مشابهی رو یا قسمت‌های زیاد مشابهی رو به وسیله اینا یاد بگیریم. من یه توضیحاتی میخوام براتون بدم درباره این که اصولاً ما در برخورد با یک کتاب درسی باید چی کارا بکنیم، به چیا در واقع بیشتر توجه بکنیم. یه درس کوتاهی هم امروز با هم دیگه میدیم. بیشتر هدفمون از این درسی که میدیم اینه که با زبون همدیگه آشنا بشیم، بدونیم که اصولاً میخوایم چی کار بکنیم وقتی یک متنی رو داریم میبینیم. درس اصلی ما از هفته آینده شروع خواهد شد. منتها بالاخره امروز یه در واقع درس کوتاهی میدیم و میبینیم که اصلا در برخورد با یه متن باید چی کارا کرد. خب بچه‌ها، ادبیات ما اصولا میتونیم درسشو به 3 بخش تقسیم بکنیم. من همیشه میگم تقریبا 1/3 قضیه مباحث حفظیه، 1/3 مباحث تکنیکیه و 1/3 مباحث مفهومیه. در برخورد با مباحث حفظی ما 3 تا بحث داریم: بحث لغت و املا و تاریخ ادبیات. خب تاریخ ادبیات کتابای جدید یه خود کمتر از کتابای نظام قبلیه و در واقع کار ما آسونتره. تعداد سوالی هم که ازش میاد طبیعتاً کمتر شده و این خوبه. این به نفع بچه‌هایی که در واقع کار درست حسابی دارن میکنن، برای اینکه جزء حفظی در واقع اهمیتش کمتر میشه براشون. اما خب لغت و املا همچنان مهمه. کتاب 11 از نظر املایی هم کتاب بسیار مهمیه. چند تا درس اساسی و جوندار توش هست که باید بهشون توجه بشه. یه خواهشی که ازتون دارم از همین اول اینه، قرارمدارایی که داریم با هم میذاریم، اولیش اینه بچه‌ها، هر درسی که میدم به همراه اون درس لغاتش از ته کتاب دقیق خونده بشه. لغت‌های کتاب درسی جوری معنی شده که دست طراح برای دادن سوال در واقع بگیم شاید موذی باز میکنه. یعنی خیلی وقتا تستایی میاد، خیلی وقتا سوالایی میاد که لغتیه که شما معنیشو بلدید، حتی به معنی که در کتاب درسی اومده بلدید، ولی یه معنی خاص عجیبی در انتهای کتاب نوشته که ممکنه اونو بلد نباشین. طراحا خیلی وقتا اینا رو میچینن کنار همدیگه و تستی میدن که یه خورده نگران کننده میشه. و ما اگه از الان این ذهنیت رو داشته باشیم که قراره که تستی بخونیم، خوندن این لغت‌ها کار ما رو واسه سال آینده هم بسیار بسیار ساده میکنه. و ما البته به مرور که میریم جلو گاهی یک کویزایی از شماها اینجوری خواهیم گرفت، چه کویزایی که در واقع همه مباحث رو کنار هم داره، چه کویزای اختصاصی برای در واقع هر مبحث که معمولا واسه مبحث‌ها هر 6 تا درس یه بار یه دونه در واقع مجموعه تست بهتون خواهیم داد. حالا ممکنه یه دونه کمتر و بیشتر بشه بسته به شرایط، ولی به هر حال قاعده کلی
اینطوریه. املا به نوعی زیر مجموعه لغت، با این تفاوت که املا تکنیک سوال جواب دادن هم داره. ما وقتی رسیدیم به جاهایی که بحث‌های املایی داریم که اتفاقاً در کتاب 12 کم و بیش، در کتاب 11 کم و بیش زود هم بهش خواهیم رسید، در واقع درباره این تکنیک‌ها صحبت می‌کنیم و بعد وقتی رسیدیم به موقعی که بیشتر درس‌ها رو بهتون گفته بودیم درباره کلاً زدن تست‌های املا هم بحث خواهیم کرد و یه تعداد نمونه تست جونداری با هم دیگه کار خواهیم کرد که بجز این که حالا بتونیم مثلا امتحان تشریحیمون و امتحان نمیدونم نهاییمون و اینها رو 20 بگیریم و بهترین نمره رو بیاریم، بتونیم اگر با تست 4 جوابی هم مواجه شدیم به خوبی از پسش بر بیایم. در واقع این یه هدف ماست بچه‌ها. یکی از اهداف مهم ما اینه که بتونیم کاری بکنیم که به وسیله درسی که اینجا میدیم، غیر از این درس تشریحی که داریم میدیم، کنکورش هم تا حد زیادی دست کم ببندیم. یعنی تکلیف کار تستیمون رو هم کم و بیش روشن بکنیم با همین در واقع کاری که اینجا در خدمتتون میخوایم که انجام بدیم. اما مباحث تکنیکی 2 تان، یکی آرایه است، یکی دستوره. بچه اول بهتون بگم داستان دستور با همه آنچه در ادبیات ما داریم کار میکنیم با بقیه مباحث متفاوته. در دستور ما هر درسی رو که به شما میدیم باید همونجا به خوبی یاد بگیرید و وقتی که یاد گرفتید باید بتونید تستای غیر ترکیبیشو به خوبی و درستی جواب بدید. از این جهت دستور مثل همه درسای دیگه است، مثلا زبانه، مثل شیمیه، مثل فیزیکه، مثل ریاضی، مباحثی جدا از همه که میشه یکی رو بهتر بلد بود یکی رو کمتر بلد بود. در ادبیات این قضیه وجود نداره، حالا به مرور براتون راجبش حرف خواهم زد. منتها به هر حال ما وقتی داریم دستور کار میکنیم با 2 رویکرد متفاوت کار میکنیم. یکی همون رویکرد درس به درسه که بالاخره باید هر چیزی رو که تو هر درس اومده بلد باشیم، ولی رویکرد مهمتر ما رویکرد تدریس علمی دستوره. در تدریس علمی دستور یا باید از جزء به کل رفت، از کوچکترین واحدها که حرفها و واجها هستن رفت رسید تا جمله مرکب، و یا باید از کل به جزء اومد، از جمله مرکب بیایم پایینتر هی به اجزای کوچکتر، گروه ها، واژه ها و بالاخره برسیم به واژه ها و حرف ها. ما تا حدی با این رویکرد کار خواهیم کرد. این باعث میشه که وقتی داریم بهتون دستور درس میدیم خیلی جاها به نکاتی از 10 و 12 هم اشاره بکنیم و این ناگزیره. البته ما فرض میکنیم که بچه ها اونقدری حالا با دستور اون آشنایی 100% یا اون تسلط دلخواهی رو که ما دلمون میخواد بر دستور ندارن و واسه همینم ما با این فرض کار میکنیم و بنابراین اگر یه وقتی چیزی رو از دستور 9 10 یا حتی پایه های پایینتر بلد نبودین جای نگرانی نیست، به خاطر اینکه اینجا با همدیگه کار میکنیم و همه رو یاد میگیرید. آرایه های ادبی ستون فقرات تدریس اصل کاری ما. بچه وقتی داریم آرایه درس میدیم ما اول هدفمون در واقع شناسایی آرایه های هر بیتیه که داریم کار میکنیم. منتها منهای آنچه در تدریس عادی و در یافتن عادی آرایه ها در متن درسی میخوایم یاد بگیریم، ما 2 تا هدف دیگه هم در کنارش داریم. یک کاری که باید بکنیم تکنیک تست‌زنی آرایه است. تکنیک تست‌زنی آرایه رو زمانی یاد میگیریم که اول خیالمون راحت بشه که از نحوه یافتن آرایه ها در واقع دیگه خیالمون راحت شده و بدونیم که آرایه رو میتونیم به درستی پیدا بکنیم، دیگه مشکلی نداریم با این، و بعد بریم ببینیم حالا که ما بلدیم آرایه ها رو دراریم باید یه تست رو چجوری بزنیم. چون راستشو بخواید اینا 2 تا مهارت متفاوته. خیلی وقتا بچه‌هایی رو داریم که بر آرایه تسلط نسبی یا حتی کامل دارن ولی تستا رو سخت میزنن، گیر میکنن و به اون خوبی از پسش بر نمیان، علل خصوص تو این سالهای اخیر، به خاطر اینکه اون روشی که در زدن تستای سالهای قبلی
وجود داشته یک کمی در واقع دیگه آشکار شده بر همه. حتی خیلی وقتا می‌بینیم که مثلا همکارای مشاورمون، حتی همکارای درسای دیگه میان میگن تست آرایه رو اینطوری کن اونطوری کن، به اون سادگی که به نظر میرسه نیست. شاید بشه 2 تا 3 تا 5 تا تست هم از کنکورا برداشت و نشون داد که بله با این عجی مجی حل میشه، ولی واقعیتش اینه که کار یه خورده به اون سادگی نیست. تستایی که در کنکور سال 99 اومد نشون داد که طراحا روی چه چیزایی حساب میکنن و میخوان که بچه چه توانایی داشته باشه وقتی داره تست رو میزنه. و کار بعدی که ما در آرایه داریم کاریه که آرایه و مفهوم دست در دست هم، دست در گردن هم باید کنار هم باشن تا آدم بتونه به هدف اصلی یک کلاس ادبیات برسه. اونم نقش آرایه در ساخت کلامه. خیلی وقتا شاعرای ما اصلا به یه ترتیبی دارن حرفی رو میزنن که ما اگر یاد نگیریم یا ندونیم که با این آرایه ها چی کار کردم، مفهوم هم نمیتونیم بفهمیم. یعنی اصلا مفهوم ارتباط مستقیم با آرایه ها داره و اینجا هاست که آرایه با مفهوم به همدیگه در واقع شباهت و یا با همدیگه رابطه مستقیم برقرار میکنن. اینطور خدمتتون بگم ما به وسیله آرایه یا بعضی وقتا حتی به بهانه آرایه زیبایی شناسی سنتی رو یاد میگیریم. زیبایی شناسی سنت ادبی، من همیشه مثال میزنم، میگم اگه نگاه کنین 1000 تا شعر فارسی رو ببینین خیال میکنین که معشوقهای شعر فارسی رو همه رو قالب زدن. بعضی وقتا مثلا این خط تولید سوسای گوجه فرنگی خرسی رو در نظر بگیرین که روی یک تسمه نقاله عظیمی مثلا هزاران از این خرسا داره میاد و بعد یه دستگاه میاد روشون در میذاره، یکی دیگه پرشون میکنه، نمیدونم از این حرفا. آدم خیال میکنه که خط تولید معشوق وجود داشته. برای اینکه یه شاعر مثلا در ازبکستان فعلی، مثلا در چاچ قدیم که الان شده تاشکند، در 1200 سال پیش و یک شاعری در ترکیه فعلی مثلا در قونیه 800 سال پیش و یه شاعر دیگه‌ای در هند 200 سال پیش، اینا با فاصله های زمانی مکانی مختلف همشون انگار دارن یه نفر رو توصیف میکنن. شما تو شعر فارسی یه دونه یار موبور پیدا نمیکنین، یه دونه یار موکوتا پیدا نمیکنین. همه یارها مومشکیان، همشون هم موهاشون بلنده. اصلا یه دونه یار موصاف پیدا نمیشه، همشون موهاشون فردرشتیه، موجیه. یا مثلا یه دونه یار توپر پیدا نمیشه، همه کمرباری کردن. بابا یه دونه یار خوش اخلاق پیدا نمیشه، همه یارا از دم بد اخلاقن، همه بی‌وفا و ستمگر. و واسه چی؟ آیا واقعا همه این شاعرها یک جور سلیقه داشتن؟ آیا هر کی فقط این جور سلیقه داشت میتونست شعر بگه؟ موضوع این نیست بچه‌ها. موضوع به زیبایی شناسی برمیگرده. سنت ادبی تفاوت‌های فردی رو میذاره کنار، یک نمونه اعلا داره، میگه بهترین نمونه یار، دیگه توپ‌ترین یار ممکن، اینیه که من دارم توصیف میکنم. و بعد اون وقت همون یاری رو که داره توصیف میکنه به شاعر میگه ببین من کاری ندارم که تو از چی خوشت اومده، اونی که من میگم رو باید توصیف بکنی. همونی که من میگم اون از همه بهتره، خودم میدونم و شاعرم واقعا همین کار رو انجام میده، خیلی مؤدب همون یار رو توصیف میکنه و نتیجه این میشه که میبینیم همه یارا عین همن. یک یار کمرباریکی، حالا اینو شما یک یار تصور کنید با موهای بلند مشکی که به زمین میرسه. حالا این یار ما مطلعی شد، شما به لئوناردو داوینچی بودن خودتون ببخشید. و البته این یار داره میخنده، معمولا این یارا خیلی اخمالو هم هستن. یک همچین یار بی‌اعصابی انگار که همشون عین همن. ما باید یاد بگیریم اینو که این شاعرای ما وقتی میخواستن یار رو توصیف کنن چه مجموعه امکاناتی داشتن، وقتی میخواستن مثلا می رو توصیف کنن چه مجموعه توصیفاتی رو به کار میبردن، وقتی میخواستن بهار رو توصیف کنن، وقتی میخواستن خدا رو توصیف کنن، وقتی میخواستن پدر رو توصیف کنن، وقتی میخواستن گل رو توصیف کنن، فرقی نمیکنه. در همه اینا یک زیبایی شناسی سنتی داریم که معمولاً
وصل به تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز، حسن تعلیل، ایهام و آرایه‌های مختلف دیگه. اصل کاری‌ها اینام، ولی با آرایه‌های دیگه هم ارتباط پیدا میکنه. بنابراین آرایه بجز این که ما باهاش تست آرایه رو میزنیم، بهمون کمک میکنه که راهمون به مفهومم باز بشه. وقتی داریم مفهوم کار میکنیم ما چند تا کار باید بکنیم. خب مفهوم وقتی تو تست میاد معمولا به شکل قرابت معنی میاد. از قرابت در امتحانی که آدم باش 20 میگیره تقریبا هیچ نشانه ای نیست. از اون ور آنچه آدم باش 20 میگیره که نوشتن به فارسی روانه، تقریبا هیچ اثری ازش در کنکور نیست. ولی اینطور نیست که اینا دو تا مهارت کاملا متفاوت باشن. ما وقتی میخوایم به مفهوم بیت راه پیدا کنیم چند تا پله داره کارمون بچه‌ها. پله شماره 1 باید یاد بگیریم بیتمون یا جمله‌مون رو مرتب کنیم، یعنی بازگردانی کنیم به فارسی روان امروز و معنی کنیم. این کاریه که خیلی زود یاد خواهیم گرفت. یعنی قرار نیست که شماها بشینید از روی یک جزوه‌ای یا از روی یک کتابی بشینید بخونید که نمیدونم حالا این بیت معنیش چیه، راه برید واسه خودتون حفظ کنید. به هیچ دردی نمیخوره این کار. شما باید یاد بگیرید که خودتون معنی کنید و اینو زود یاد خواهید گرفت بچه‌ها. این چیزیه که اگر یک کم در واقع تمرکز کنید و به حرفی که بهتون گفته میشه خوب توجه بکنیم، به زودی و به راحتی از پسش برمیاییم. بعد از اینکه اینو یاد گرفتیم، اون وقت باید یاد بگیریم که معنی رو تبدیل کنیم به مفهوم. من میگم مفهوم چکیده معنیه، عصاره معنیه. و وقتی که یاد گرفتیم که مفهوم رو دراریم، اون وقت باید با نحوه بیان سنتی شعری آشنا بشیم که به این زیبایی شناسی سنتی هم ربط مستقیم داره. خیلی وقتا، نه همیشه، ولی خیلی وقتا ربط داره. و وقتی یاد گرفتیم که اصولا شاعرای ما در درون چه بافت فکری داشتن فکر میکردن، توی چه کانتکستی یا توی چه گفتمانی، توی چه دیسکورسی داشتن حرف میزدن، اون وقت دیگه کارمون راحت تره. برای اینکه مثلا شاعرای ما یا عارفانه بودن یا عاشقانه بودن، یا مثلا داشتن حرف تعلیمی میزدن، یا مثلا فرض بفرمایید که حماسی بوده کارشون و حماسه ها حالا یا رویکرد دینی داشتن یا رویکرد ملی داشتن. هر کدوم از اینا یک مجموعه تفکری با خودش میاره که خیلی وقتا اگر شما بدونید که شاعر داره در کدوم مجموعه تفکری، در کدوم بافت تفکر حرف میزنه، کارتون واسه معنی کردن بیتش هم خیلی آسونتر میشه. بعد از اینکه اینا رو یاد گرفتیم، اون وقت ما باید بتونیم یه قدم دیگه برای رسیدن به تناسب‌های مفهومی یا قرابت‌های معنایی برداریم. اونم اینه که یاد بگیریم که مفهوم نهایی بیت چیه و مفهوم یا مفهوم‌های فرعیش چیه. گاهی اوقات ابیاتی داریم بچه‌ها جون که اینا مفهوم نهاییاشون با هم یکیه، مفهوم نهایی یکسان، ولی تفاوت‌های کوچیک داره. گاهی بیتایی داریم که مفهوم نهاییاشون متفاوته ولی از جهتی با هم شباهت دارن. باید یاد بگیریم که با هر کدوم از اینا چطور برخورد کنیم و اگر سوالی داشتیم که به هر کدوم از اینا که حالا خواهید دید به ترتیب اسمشون رو تو این حالت میذاریم ریزکاری، تو این حالت میذاریم گسترش، باید چجوری با هر کدوم از اینا برخورد بکنیم. اینا مجموعه کارهاییه که ما قراره که در خدمتتون انجام بدیم. اگه این کار رو بکنیم اون وقت کلاس 11 میتونه یک کلاس اولا خیلی خوشایند باشه. راستش رو بخواید با اینکه بنده معلم کنکورم و خب سالهای سال بیشتر از 2 دهه کار کنکور کردم، من از کار پایه خیلی خوشم میاد بچه‌ها. لذت میبرم از اینکه بتونم با بچه‌ها در کلاس‌های غیر از کنکور در واقع همراهی بکنم و این اتفاق واقعیتش اینه که فرصتش خیلی کم پیش میاد واسه آدم، به خاطر اینکه معمولاً
مدارس کلاس‌های کنکورشون رو به ما میدن، نه اونقدر دوست دارن که خیلی زیاد هزینه کنن اصلا برای کلاس‌های پایه، نه امکانش رو دارن و نه اصلا معلم‌ها وقت پیدا میکنن. برای همین این فرصتی که در گاج به وجود اومده برای اینکه ما بتونیم در واقع یک مجموعه آنلاینی رو در خدمت بچه‌های پایه هم باشیم و نه فقط در تهران بلکه در همه ایران بتونیم در خدمت بچه‌ها باشیم، برای خود من یک غنیمتیه، یک فرصت خیلی خوبیه برای اینکه بتونم پایه‌ای بسازم برای بچه‌های دهم، برای بچه‌های 11 که بتونم رو همون پایه کار کنکورم رو بکنم. واقعیتش اینه خیلی وقتا کار کلاس کنکور خیلی سخت میشه برای اینکه آدم باید خیلی چیز یاد بچه‌ها بده یهویی توی یک مدت زمان کمی، ولی وقتی که دانش آموز از اول اونجوری که آدم دلش میخواد یاد گرفته باشه و بالا اومده باشه دیگه اون وقت خب کار آدم بعدتر هم خیلی ساده تر میشه. خدمت شما بگم که من انتظارات اصلی که از شماها دارم اصلی ترینش بچه ها توجه در کلاسه. یادتون باشه بچه ها، اینو من توی همه کلاسام جلسه اول میگم، بنده شاپوران با جزوم برابر نیستم. من با جزوم فرق دارم شاگرد، یادت باشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قرار بشینی سر کلاس، حالا سر کلاس که میگیم تو خونه، تازه سر کلاس هم بچه‌ها حواسشون پرته، حالا شما تو خونه که نشستین دیگه امکان استفاده از کوسن، بالش، تخت خواب دیگه همش براتون مهیاست. میبینین مثلا یه وری نشستین، دستم زدین زیر چونه، من اینجا دارم واسهتون توضیح میدم، شما رفتین در هپروت اعلا برای خودتون دارین فکرای خوب میکنین، به به چقدر عالی میشه، من اصلا فکر کنم فکر درس داریم میکنین، به به چقدر عالی میشه من 20 بگیرم، من رتبم 1 بشه، من دکتر بشم، من کاشف بشم، من نوبل ببرم. ولی اون در همون موقع که شما دارید به خطابه نوبلتون فکر میکنین، من اینجا دارم براتون یه استعاره توضیح میدم و بعد هی میگم شما هنوز در همون عالم معنا به سر میبرین و بعد وقتی میرسم میگم استعاره، برمیگردین اینجا یه دونه استعاره مینویسین. تازه خودم هم بهتون یاد میدم که وقتی استعاره دارین همین یه دونه اس بنویسین بسه، دیگه نمیخواد بقیه‌اش هم بنویسین. اس رو مینویسین، بعد دوباره برمیگردین تو همون هپروته. فایده‌ای نداره. یادتون باشه این کلاس اون وقت فرقش با هر کلاسی معلوم نمیشه. اگر قرار فرقی وجود داشته باشه بین این کلاس و هر کلاسی، در نحوه گفتن نکته هاست، در طوریه که ما اثباتش میکنیم، در فکریه که ما میکنیم که برسیم به اونجا. بچه ها در درس ادبیات فارسی مبحث وجود نداره، ما از سر سال تا ته سال به کل داریم یک مهارت یاد میدیم، مهارت شعر خوندن و معنی کردن. اگه قرار این مهارت شعر خوندن و معنی کردن رو یاد بگیرید، یعنی قراره بتونید نکته بسازید خودتون در آینده و نه اینکه فقط سوالی رو حل کنید. برای اینکه بیت خارج از کتاب که میبینین سوال آشنایی نیست، شما باید نکته رو بسازید. اگه قرار این کار رو بکنین باید یاد بگیرید مثل شاپوران فکر کنید، مثل من فکر کنید، بیت سفید رو مثل من سیاه کنید، توش نکته اضافه کنید. برای اینکه اینو یاد بگیرین کلماتی که مینویسین مهم نیست، فکرهایی که میکنین مهمه و این اولین و مهمترین انتظار من از شاگرده، گوش دادن سر کلاس. بچه‌ای که سر کلاس گوش بده و اصلاً درس نخونه بهتر از بچه‌ای نتیجه میگیره که اصلاً سر کلاس گوش نده ولی بعد تو خونه درس بخونه. و البته نتیجه ایدئال اون بچه‌ای میگیره که هم گوش بده هم درس بخونه. طبیعتاً اینی که ما داریم میگیم به معنای مجوز نخواندن نیست، ولی انتظار شماره 1 هم اینه. انتظار شماره 2 که دارم از شماها بچه‌ها اینه که هر موقعی از من چه در جزوه چه در کلاس شنیدید گفتم یه چیزی تکمیلیه، خیلی بهش توجه بکنید. تکمیلیا اون جاهایی هستند که ارتباط بین جاهای مختلف یک کتاب درسی و جاهای مختلف بین 3 کتاب درسی که قرار ازشون سوال بیاد رو در واقع مشخص میکنن و خیلی با دقت انتخاب شدن بچه ها. من خیلی کار کردم روش که تا حد امکان حجم کار تکمیلیمون
کم باشه. یعنی قرار نیست شماها مثلا یه دونه کتاب فرض بفرمایید گاج رو مثلا بردارید و تستای 11 رو بزنید، یا مثلا حالا سیر تا پیازش رو بخونید و بعد کنارش هم مثلا 4000 تا تست هم من بدم بزنید. نه، این تستا تعدادشون بسیار کمه، ولی همون تستا با هدف انتخاب شدن، اینکه کدومشون کجا بیاد به دقت انتخاب شدن. و از جمله اینکه همه کویزایی که از شما در واقع به عمل خواهیم آورد، اینا هم همه تکمیلی هن. در کلاس آنلاین طبیعتاً امکان تقلب و لایی‌بازی و نمیدونم اینجور کارا پیچوندن یک کم بیشتر مهیاست، ولی خب این نتیجهش آسیب خود بچه‌ها خواهد بود و بنابراین امیدواریم که شما این کار رو انجام ندید و همینطور هم انشالله خواهد بود. حالا وقتی رفتیم یه خود درس دادیم بیشتر معلوم میشه که منظورمون چیه. ما اینجا بچه‌ها توی کتاب 11 هم مثل همه کتابا کارمون رو با یک ستایش شروع میکنیم که شعری است در حمد خدا. در این شعرهای حمد خدا ما کمتر عموما نکته خیلی مهم داریم و به خصوص توی مباحث مفهومی آرایه‌ای خیلی توشون خبری نیست، ولی به هر حال با اینجا شروع میکنیم برای اینکه اتفاقا یک نمونه خوبیه، برای اینکه درس خیلی پیچیده‌ای نیست ولی باهاش یاد میگیریم که اصلا باید چیکار بکنیم. اصلا وقتی در یک متنی میخوایم شروع کنیم نکته دراریم یا نکته بگیم، میخوایم به دنبال چه چیزایی باشیم. به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها. همین اول ما 2 تا کلمه اینجا داریم، چاشنی بخش و حلاوت سنج، که ازتون میخوام بچه‌ها به اینا یه توجهی بکنید. یک نوعی از کلمه داریم که بهشون میگیم صفت فاعلی مرکب مرخم، که چون این اسم خیلی درازه و ما حوصله نداریم معمولا بگیم، اصولا ما حوصله نداریم. اینم یادتون باشه، بنده که اصلا حوصله نوشتن ندارم، زیاد حرف زدنم دوست ندارم، شما هم بهتر حوصله نداشته باشید. ما اصولا حوصله نداریم، واسه همین همه چی رو خلاصه میکنیم. اینجا هم صفت فاعلی مرکب مرخم حال نداریم بگیم، بهش میگیم صاد ف میم میم. از این به بعد هر وقت از من شنیدید صاد ف میم میم، بدونید که منظورم صفت فاعلی مرکب مرخمه. حالا چی هست صفت فاعلی مرکب مرخم؟ ببینید بچه‌ها، صفت فاعلی معمولی به چند شکل ساخته میشه که رایج ترین شکلش بن مضارع است به اضافه انده. مثلا بن مضارع مصدر دیدن که بین باشه به اضافه انده میشه و میسازه بیننده. درسته؟ به این بیننده میاد یک اسم، مثلا جهان، یا یک صفت مثلا خوش، یا یک ضمیر مثلا خود اضافه میشه و بعد پسوندش میفته. اصلا وقتی میگیم مرخم، کلمه‌اش یعنی دنبریده، البته معنی‌های دیگه هم داره، حالا ما بهش میگیم دنبریده. مرخم یعنی اون پسوندش افتاده باشه. اینجا هم همین اتفاق میفته. پس کلمه‌ای که ساخته میشه مثلا جهانبین یا خوشبین یا خودبین، یعنی یک کلمه مرکب 2 جزئی با 2 جزء معنیدار که جزء دومش حتما بن مضارع هست، جزء اولش میتونه هر یک از اینا باشه و در معنیش یه انده هم اضافه میشه. مثلا خوشبین یعنی خوشبیننده، خودبین یعنی خودبیننده. درسته؟ به اینجور کلمه ها میگیم صاد ف میم میم. مثلا وقتی میگه چاشنی بخش یعنی چاشنی بخشنده، حلاوت سنج یعنی حلاوت سنجنده. در صاد ف میم میم 2 تا نکته فرعی هم وجود داره. اولا یادتون باشه ما کلی کلمه ها خیلی زیاد تا دلت بخواد با الگوی یه چیزی به اضافه بن مضارع داریم که انده میتونیم بهشون اضافه کنیم، ولی اسم ابزارن و نه صفت.
اسم یه چیزی هن. مثال میخواین؟ یه 20 تا مثال الان براتون بزنم خوبه؟ مثلا مداد تراش، مداد تراشنده است دیگه. تو جام مدادیتون رو تو آشپزخونه نگاه کنیم پر ایناست. مثلا بگید، یکم فکر کنید بگید، مثلا برف پاک کن، برف پاک کن یعنی برف پاک کننده. مثلا آب میوه گیر، اگه ای نذاریم تهش یعنی آب میوه گیرنده. مثلا چای ساز یعنی چای سازنده، درسته؟ خودنویس یعنی خود نویسنده. زودپز یعنی زودپزنده. آرام پز یعنی آرام پزنده و همه این وسیله ها از دم صاد فمیمیم نیستن، چون صاد نیستن، یعنی چون صفت نیستن، اسم یه چیزی هن. درسته؟ و بعدم یادتون باشه که حتما باید تو الگوی یه چیز به اضافه بن مضارع از نظر معنایی بشه انده اضافه کرد که اینا بشن صاد فمیمیم. بعضی هاشون صفت مفعولی هن. مثلا وقتی میگم کفش دست دوز، درسته اسم به اضافه بن مضارع است، ولی کفش دست دوز که کفش دست دوزنده نیست، کفش با دست دوخته شده است. اگه تو معنیشون اینجوری شده بشه گذاشت، اون وقت صفت مفعولیه. پس اینا فعل نیستن، چون فاعلی نیستن، مفعولی هن. اینا صفت مفعولی هن، اینا اسمن. پس هر الگوی یه چیز به اضافه بن مضارعی بچگان نمیتونه حتما صاد فمیمیم بسازه، بلکه باید یه چیز به اضافه بن مضارع باشه، در معنیش هم انده بیاد و بعدم اسم یه چیز برای نامیدن یه چیز نباشه، بلکه واقعا صفت باشه. خب حالا اینجا ما 2 تا صاد فمیمیم داشتیم، فرصت خوبی بود که اینو بهتون یاد بدم. یه تناسب ساده‌ای مثلا داریم بچه ها بین زبان و بیان، یا همینطور بین معنی و بیان که با همدیگه تناسب دارن. برای ما تناسب و مراعات نظیر یه چیزه که معمولا چون حال نداریم بنویسیم مراعات نظیر، دیگه گفتیم الان دیگه بلدیم که حال نداریم اصولا، برای همینم به جای مراعات نظیر معمولا میمنون میذاریم. و البته در اصل اینا با هم یه فرقی دارن ها، ولی واسه ما مهم نیست، در کنکور مهم نیست. طراحا معمولا خودشون سر جاش اسم مناسبش می‌نویسن. به هر حال پس خدا یک کسیه که اولا زبان ما رو بهش چاشنی میده و بعد بیان ما رو هم بهش شیرینی میده. وقتی به زبان ما چاشنی میده یعنی چی؟ یعنی واقعا مثلا ترشی میده بهمون، یا مثلا فرض بفرمایید چه میدونم مثلا سر یه قاشقی یک کمی غذا. طبیعتا این نیست دیگه. چاشنی زبان ما سخنه و این راستش رو بخواید استعاره از سخنه. این یادتون باشه برای اینکه جلوتر درباره استعاره حرف خواهیم زد. فعلا طلبتون از من که این استعاره است، چرا دربارش حرف میزنیم. و بعد آرایه دیگه ای که اینجا داریم حسامیزیه که دیگه ما همین یه حس آ بنویسیم واسش کافیه برامون. حسامیزی چیه بچه ها؟ موقعیه که مطلبی رو با حسی توضیح بدم که هیچ ربطی بهش نداره. عادی ترین شکلش اینه که من حسامیزی رو در واقع بیام مطلبی رو که به یه حس ربط داره با توضیحی بیارم که به یه حس دیگه ربط داره. مثلا بیام بگم صدای گرم، یا مثلا سخن شیرین، یعنی مطلبی رو که به حس شنوایی مربوطه مثلا اینجا با توصیفی بیارم، حالا یا به یه حس مثلا لامسه، یا به یه حس چشایی، یا به یه حس دیگه‌ای، فرقی نمیکنه، ولی به هر حال به یه حسی جز شنوایی مربوطه. مگه نه؟ به این میگن در واقع حسامیزی. و البته ممکنه که این کلمه من اصلا به هیچ حسی هم ربط نداشته باشه. مثلا بگم فکر شیرین. فکر که مال هیچ کدوم از حواس پنجگانه نیست، احساسه، ولی بازم چون صفتی رو آوردم واسش که ربطی نداره بهش، در واقع به یک حس بی ربطی ربط داره، به اینم میگن حسامیزی. این سالها سوال نیومده بود تا همین 1-2 سال پیش که بالاخره سوال اومد
و خیلی هم لذت بخش بود سوال اومدنش، بازم خواهد اومد و امیدواریم که یاد بگیرید. ما به حسامیزی برمیگردیم. باز یکی از آرایه‌هایی که اولا در کنکور خیلی مهمه، ثانیاً خیلی آسونه. حسامیزی خیلی آسونه و ما اگه یکی دو تا نکته دربارش یاد بگیریم به راحتی از پسش برمیایم. منتها فعلا میریم درسمون رو ادامه میدیم. درباره این آرایه‌ها بعداً بیشتر قرار حرف بزنیم. بلندان سر که او خواهد بلندش، نژندان دل که او خواهد نژندش. خب اولا اینجا اگه دقت کنید در واقع یعنی بلند است آن سر یا آن سر بلند است که او آن را بلند خواهد. این اش معنی آن را میده، اونوری هم همینطور. و آن دلی نژند است که او آن را نژند خواهد. پس ما اگه سر بلندیم خدا خواسته که سر بلند بشیم و اگر هم غمگینیم خدا خواسته که غمگین بشیم. پس اولا سرنوشت ما، شادی و غم ما دست خداست. یا شادی و غم یا سرنوشت دست خداست. درسته؟ اگه بگیم سرنوشت ما دست خداست، بیشتر این شباهت پیدا میکنه بچگان به مفاهیمی که بهشون میگیم جبر. ما اصولا یک تقسیم بندی بسیار بزرگ جهانبینی داریم، جبر در مقابل اختیار. یادت باشه هر وقت انسان، اعمال، اراده، اختیار، انتخاب انسان در سرنوشت انسان مؤثر بود اختیار، نبود جبر. اعمال، اراده، اختیار، انتخاب انسان، یادتون باشه هر کدومش فرق نداره، در سرنوشت مؤثر بود اختیار، نبود جبر. به هر شکلی که اینو بگه. این از اون مفهوماییه که خیلی جاها سرک میکشه، بارها بهش برخواهیم گشت و حالا خواهید دید که به چه ترتیبایی. اما وقتی میگیم شادی و غم ما دست خداست، وقت یه مفهوم دیگه ای هم هست. در واقع اشاره به یک آیه معروفی از قرآن که میگه تعز من تشاء و تذل من تشاء. به خدا میگه عزیز میکنی هر کسی رو که بخوای، ذلیل میکنی هر کسی رو که بخوای. و دقت بکنید که این هر دو طرف رو داره میگه. عین بیتی که داریم، این بیت هم میگه هر کی بخواد بالا میبره، هر کی بخواد پایین میاره. گاهی اوقات در یه بیتی ممکنه فقط یکی از اینا باشه، یعنی فقط تعز من تشاء باشه یا فقط تذل من تشاء باشه. گاهی هم هر جفتش کنار هم. معمولا در تستا این مهم نیست، چون هر دوشون بالاخره دارن یه حرف نهایی رو میزنن، ولی باید حواسمون به این جزئیات باشه. همین پایین اگه نگاه کنین، بیتای 5 و 6 رو اگه نگاه کنین، همین قضیه است. اگر لطفش قرین حال گردد، همه ادبارها اقبال گردد. اگه لطف کنه همه بدبختی ها میشه خوشبختی. یعنی ما ترقی میکنیم. تعز من تشاء نقطه دیگه، تذل نداره. ولی بیت بعدی رو نگاه، وگر توفیق او یک سو نهد پای، نه از تدبیر کار آید نه از رای. اگر اون توفیقشو کنار بذاره، اون وقت از ما هیچ کاری بر نمیاد، دیگه نمیتونیم به جایی برسیم، با کله سقوط میکنیم. تذل من تشاء. ببینین هر دوی اینها در مفاهیم ستایشی و تحمیدیه‌ای اهمیت کامل دارن. و خیلی بیت هم داریم بچه ها. یکی را ز گردون دهد با پایگاه، یکی را ز کیوان در آورد به چاه. یکی رو خودش میبره تو آسمون، یکی رو از آسمون میاره میکنه تو چاه. کسی را که خواهد برآورد بلند، یکی را کند سوگوار و نژند. که به نظر میرسه که این بیت تا حدی تحت تاثیر همون بیتی که الان براتون خوندم، چون دقیقاً بلند و نژند رو داره. یکی رو که بخواد میبره بالا، یکی رو میکنه سوگوار و نژند. هر دو رو کنار هم تعز هم تذل رو اینجا میبینیم که داریمش. بچهای رشته انسانی اینی رو که دارم میگم بیشتر لازم دارم بقیه بچه‌ام یاد بگیرن، چون یه زیباییه بالاخره جالبه. اگه دقت کنین کلمه ها همه با هم دیگه هم وزنن. بلند نژند، آن که تکراریه، سر دل
که او خواهد باز تکراریه، بلندش نژندش. همه کلمه ها هم اندازم، ولی یک جفت کلمه حروف آخرشون با هم فرق داره. وقتی کلمه ها همه هم وزنم ولی حروف آخر همه یکسان نیستن، تفاوتی وجود داره. حالا چه مثل این بیت یه جفت، چه خیلی زیاد، آرایه‌ای که به وجود میاد میشه موازنه. البته اگر همشون حروف آخرشون یکی بود اون وقت آرایه میشد ترسی. مثلا اگر ما به جای سر اینجا گل داشتیم، بلندان گل که او خواهد بلندش، نژندان دل که او خواهد نژندش، اون میشد ترسی. ولی به هر حال فعلا اینجا موازنه داریم و همین فقط شنیده باشید، گاهی ممکنه اشاره دوباره بهش بکنیم. و اما دو بیت بعدی مفهوم مهمی دارن که این مفهوم رو دقت کنید به حرفی که دارم دربارش میزنم بچه‌ها. در نابسته احسان گشاده است، به هر کس آنچه میبایست داده است. در احسان خودش رو گشوده، یعنی در واقع انگار یک انبار مثلا طلایی که از اونجا داره به ما احسان میکنه. این اصلا بستم نبوده ها، ولی به هر حال گشودتش و به هر کسی چیزی رو داده که لازمش بوده، همون قدری داده که لازمش بوده. و در بیت بعدی هم میگه به ترتیبی نهاده وضع عالم، که نی یک موی باشد بیش و نی کم. در هر دوی این بیت ها مفهوم اصلی بچه‌ها عدل الهیه. البته اینجا احسان الهی هم هست، ولی آنچه مهمه عدله. یعنی اولا در دنیا کمال مطلق در خلقت دنیا هست. این از قدیم یک بحثی بوده. یه عده‌ای می اومدن میگفتن که اگر دنیا در بهترین وضعیته، در کماله، پس چرا توش بیماری هست، چرا توش نقص عضو هست، مرگ هست، جنایت هست، بدی هست. یه عده‌ای هم میگفتن نه، دنیا همینجوری در کماله، بهتر از این نمیشده. به هر حال طبیعیه که دینداران بیشتر اینطوری که اینجا دارید میبینید میگفتن خلقت دنیا در کمال مطلقه، یه مو کم و زیاد نیست. خب طبیعیه که اینجا بیش و کم با هم تضاد دارن. اینا چیزای ساده ایه. یک مو یعنی کمترین میزان. و این هم یک نکته فرعی بهتون بگم بدونید بچه ها، مقدار کم و زیاد، تعداد کم و زیاد و مدت کم و زیاد اگه کنایه بگیریم بهتر از اینه که مجاز بگیریمشون. اما اگه مجاز بگیریم هم ایرادی نداره. عباراتی که معنی مقدار یا تعداد یا مدت کم و زیاد میدن. ما تو حرف زدنمون خیلی میگیم. مثلا مامانت صدات میکنن داریم میریم بیرون، مثلا میگن چه میدونم، مثلا سارا بیا، بعد تو میگه که 1 دقیقه دیگه اومدم و حالا 40 دقیقه دیگه هم نمیری ها، ولی میگی 1 دقیقه دیگه صبر کن میام. این 1 دقیقه یعنی مدت کم. مثلا میگی من 5000 تا تست مقاطع مخروطی زدم بازم یاد نگرفتم. حالا 5022 تا تست زدی، ولی حالا مثلا میگی 5000 تا. منظورت یعنی خیلی زیاد زدم. میگی 3 ساعت نشستیم حرفاشو گوش دادیم، منظورت اینه که مدت زیادی گوش دادیم و امثال اینا رو اگه مجاز بگیریم ایراد نداره، اما اگه کنایه بگیریم بهتره، چون خیلی زیاد داریمش. همین اول گفتم بهش یه اشاره کوچولویی بکنیم. اما پس اینجا هم یک موی یعنی مقدار کمی یا کمترین میزان، هم کنایه خوبه هم مجاز خوبه. و اما آنچه گفتم در این بیت ها مهمه این عدل الهیه، اینکه دنیا در بهترین وضع و هر کسی همون چیزی رو داره که لایقشه. و ما تا دلتون بخواد مفهوم برعکس این داریم. تا دلتون بخواد. انقدر شاعر داریم که میگه نه خیر. البته اینا دیگه به خدا جسارت نمیکنن، ولی به روزگار، به دنیا میگن دنیا با آدمای آزاده دشمنه، با آدم حسابیا دشمنه، با هر کی بی‌لیاقت‌تر و در واقع مثلا ناشایسته تر و اینهاست، با اونا روزگار اوضاعش بهتره. فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس. ببینید فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس. تو همین گناهو که آدم دانشمندی هستی داری بسته واسه اینکه روزگار با تو خوب تا نکنه. یا فلک را عادت دیرینه این است، که با آزادگان دائم به کین است. اصلا دشمن آزادگان، عادت فلک این. بنابراین اونا میگن هر کی داره اتفاقا حقش نیست، هر کی نداره حقشه. حالا به هر حال اینا
در واقع در سوالات مختلف میتونن به عنوان مفاهیم مقابل هم، ضد هم، قرابت ندارد و امثال اینا بیان، بلد باشید. و اما درباره این 2 تا بیت صحبت کردیم. اگر لطفش قرین حال گردد، همه ادبارها اقبال گردد. میدونید که ادبار و اقبال با هم دیگه تضاد دارن، این یعنی بدبختی، این یعنی خوشبختی. در اصل که میدونیم بچه‌ها، قبول یعنی جلوی بدن، دبر یعنی پشت بدن. میگفتم بخت به او روی آورد، یعنی بخت به او اقبال کرد، به طرفش اومد، یا بخت به او پشت کرد، بخت از او ادبار کرد، پشتشو کرد بهش. و انقدر اینو گفتن که یواش یواش خود اقبال و ادبار به معنی اقبال کردن یا ادبار کردن بخت شد و معنی خوشبختی بدبختی داد. و اگر توفیق او یک سو نهد پایین، یک سو همون یک ما الان میگیم کنار. قدیم میخواستم بگن این کار رو کنار بذار، میگفتن این کار رو یک سو نه. وقتی یک طرف بذاری داری میذاری کنار دیگه، نه؟ یک سو نهادن همون کنار گذاشتن. و پا کنار گذاشتن طبیعتا کنایه است از ترک کردن و امثال اینها، نه از تدبیر کار آید نه از رای. این کلمه همون رأیه بچه ها، ولی تا دلتون بخواد در ادبیات فارسی همزه های عربی رو آ میگفتن بجاش. به جای شن میگفتن شان، به جای رأی میگفتن رای و امثال اینها. تدبیر و رای با هم دیگه تناسب دارن و عرض شود خدمتتون که حالا جناس ساده‌ای مثلا پای و رای داریم که واقعا دیگه گفتنم نداره. اما یه چیزی که یادتون باشه اینه که تدبیر، که دوباره بنویسمش، او اینجا بود. بله، داشتم میگفتم که وقتی که تدبیر میگیم به معنی عقل و درایت بشری، متضاد کلاسیک کلمه تقدیره. خیلی اینا با هم میان در بیت‌ها، متضاد هم دیگه میشن و نماینده 2 تا طرز تفکرن. تدبیر اگر مهم باشه نماینده طرز تفکر اختیاریه، برای اینکه میگه اون کاری که ما میکنیم مهمه، و اگر تقدیر مهم باشه برعکسه. و طبیعتا بیشتر اوقات تقدیر مهمتره، ولی اصولا این یادتون باشه. مثلا حافظ میگه بران سرم که ننوشم می و گناه نکنم، اگر موافق تدبیر من شود تقدیر. اگر تقدیرم بخواد من دارم سعی خودمو میکنم که دیگه شراب نخورم، ببینیم خدا چی میخواد. و در واقع حافظ همیشه شوخی میکنه با این مفاهیم دیگه. به هر حال این تضاد رو خواستم فعلا بهتون نشون بدم، با مفهومش بعداً کار خواهیم داشت. خرد را گر نبخشد روشنایی، بماند تا ابد در تیره رایی. کمال عقل آن باشد در این راه، که گوید نیستم از هیچ آگاه. بچه ها توجه بکنید که وقتی که به خرد روشنایی نده، خرد تا ابد در تیره رایی میمونه. اولا که اینجا تضاد دقیقی نداریم، چون روشنایی متضاد دقیقش تیرگیه، ولی ما اینجا تیرگی نداریم و تیره متضاد دقیقش روشنه. بنابراین تضاد با یک علامت تعجب می نویسیم. یادتون باشه این هم قراریه که از الان تا آخر سال میذاریم با هم. هر وقت جلوی آرایه علامت تعجب گذاشتیم یعنی این ایراد داره، یعنی اگه گزینه بهتری نبود جهنم و ضرر، درست میگیریمش. ولی در واقع آرایه وجود نداره، در واقع آرایه درستی نیست. فقط در صورتی درست میگیریم که ناچار باشیم که درست بگیریم، گزینه بهتری نداشته باشیم. اینجا هم همینجوریه، گزینه بهتری نداریم واسش، باشه یه تست فرضیه، هیچ گزینه تضاد نداره، همین یه دونه است دیگه، جهنم میگیریم. اما مفهومش مهمتره، هم این بیت و هم بیت بعدی. بچه‌ها یکی از حرفای خیلی مهم مضمون تحمیدیه رو میگم. ببینید در مفهوم تحمیدیه ما یه حرف اساسی داریم که ما نمیتونیم خدا رو بشناسیم. یه حرف اساسی دیگه اینه که ما نمیتونیم خدا رو وصف کنیم. و یک بحث هم اینه که ما نمیتونیم دنیا رو بشناسیم حتی که خدا آفریده. و راه رسیدن به خدا رو هم باید خودش بهمون یاد بده. در واقع ناتوانی بشر در جهان، در راه شناخت حقایق، در راه شناخت خدا، یکی از مضامین مهم
توی بحث‌های تحمیدیه‌ای. احتمالاً یادتون باشه که شبیه یه همچین چیزی رو توی کتاب دهم هم خونده بودین. میگفت نمیدانم الهی، تو دانی و تو دانی آنچه خواهی. من اصلا سر در نمیارم، خودت میدونی که چه خبره. اینجا هم همینه، میگه ما در صورتی فقط ممکنه خردمون، عقلمون درست کار کنه، آگاهی داشته باشه. خب این روشنایی طبیعتاً واقعا لامپ که روشن نیست، استعاره از آگاهی و توانایی و امثال این هاست و زیادم پیش میاد، الان توضیح خواهم داد بهتون. اگه خدا بهمون این نده، از عقل ما کاری بر نمیاد، در تیرگی میمونه. طبیعیه که این تیرگی هم استعاره از غفلت و جهل و امثال این هاست. اصولا یادتون باشه بچه ها، اینم از حرفاییه که چند بار تکرار خواهد شد در کلاس کنکور، که خیلی تکرار میشه، در کلاس شما هم تکرار خواهد شد. نور در شعر کلاسیک، در ادبیات کهن، نوریه که راه ما رو روشن میکنه. بنابراین نور همیشه با هدایت، با آگاهی، با دانایی، با حقیقت، با امثال اینا ارتباط داره. آگاهی، حقیقت، دانایی. و برعکسش ظلمت، تیرگی، شب، امثال اینها با گمراهی، با غفلت، با جهل، نادانی سر و کار دارن و ارتباط دارن. بنابراین این یادمون باشه. وقتی از ادب کهن میایم به ادبیات معاصر، چه ادبیات معاصر ایران چه ادبیات جهان، اونجا بیشتر نور نماد آزادی و این هاست و ظلمت، شب، نماد استبداد و ظلمه. ولی در ادبیات کلاسیکمون کمتر پیش میاد، بیشتر اینجوریه، مثل همینی که دارید میبینید، یعنی نور هدایت و آگاهیه و تاریکی غفلت و جهل و گمراهیه. کمال عقل آن باشد در این راه، که گوید نیستم از هیچ آگاه. و بنابراین این اولا یه حالت پارادوکسی داره. نهایت عقل اینه که هیچی نفهمه و ما انتظار داریم که عقل بفهمه، ولی اوج عقل میشه این که نفهمه. این یک متناقض نما یا پارادوکسه. این که عقل داره میگه، میتونه در واقع به نوعی تشخیص باشه و اما مفهومش مهمه. ما این تیپ بیت ها در ادبیاتمون زیاد داریم. مثلا میگه تا بدانجا رسید دانش من، که بدانم همی که نادانم. من دانشم خیلی که رشد کرد، فهمیدم که نمیدونم. و یا یه شعری منسوب به خیام که رباعیه، براتون میخونم، دیگه نمینویسمش برای اینکه همین حرفو میزنه. میگه هرگز دل من ز علم محروم نشد، کم ماند ز اسرار که مفهوم نشد. 72 سال فکر کردم شب و روز، خیلی فکر کرده ها، فکرشو بکن. 72 سال شب و روز فکر کردم، معلومم شد که هیچ معلوم نشد. بعد از اینکه علم یاد گرفتم، همه اسرار بر من معلوم شد، آگاه شدم، کلی فکر کردم، فهمیدم که هیچی نمیدونم. اوج عقله. و البته بچه‌ها این اعتراف به نادانی از باشعوری و باسوادیه. این با اونی که اصغر آقا مثلا میگه، مثلا برای خودش یک فلسفه‌ای داره که اصلا علم بشری چیه، اصلا هیچ حالیش نیست، با اون فرق داره. از سر آگاهی، یعنی اصلا شروع علم اعتراف به جهله. من اگه بخوام یه چیزی کشف کنم، اول اعتراف میکنم که یه چیزی رو نمیدونم، بعد میرم و یه چیز جدید کشف میکنم. هرچی بیشتر در این راه پیش برم، مجهولاتم بر خودم بیشتر معلوم میشه. میفهمم که دانسته های من در برابر ندانسته های من چقدر کمه. و این خیلی فرق داره با اینکه از بیخ بگم دانایی چیز بیخودیه. و این عرفا و دانشمندا از این جنس میگفتن حرفشونو. خب منظومه فرهاد شیرین هم باید یاد بگیریم که مال وحشی بافقیه. ما معمولا این مدل کارم خواهیم کرد بچه‌ها، که گاهی بهتون در واقع نمونه هایی بدیم از قرابت ها. حالا امروز درس رو شروع کردیم، از این به بعد وقتی رفتیم جلو خواهید دید که بعضی از این قرابت ها و مانند اینها رو براتون از پیشتر خواهیم نوشت. یعنی آماده روی جزومون خواهد بود که بتونیم سریعتر پیش بریم. قرار نیست همه قرابت های دنیا رو بگیم.
و اگر میخواستیم هم نمیتونستیم بگیم، برای اینکه ما میلیون ها در واقع ارتباط مختلف داریم. ولی اینجور بیت‌های خارج از کتاب یک کم به ما کمک میکنه که در واقع نحوه تفکر رو یاد بگیریم. یه ستایش با همدیگه درس دادیم، یک کمی در واقع با نحوه گفتگوی همدیگه آشنا شدیم. متن ساده‌ای بود، نیاز فراوانی به معنی کردن لغت یا بازگردانی ابیات و اینها نداشت، ولی از درس بعدی کارمون یه خود جدی‌تر خواهد بود. خسته نباشید. بازم شروع سال تحصیلی رو بهتون تبریک میگم بچه‌ها. از جلسه آینده دیگه کلاسمون فول تایم برگزار خواهد شد در همون زمان 1 ساعت و نیمه، دقیق‌تر اگه بخوایم بگیم در واقع 85 دقیقه‌ای، که امیدواریم که به بهترین شکل ممکن به نتیجه برسید. موفق باشید. بریم که بهتره کنیم ان شاء الله.